پیشاپیش خدمت حضار گرامی عرض می شود مهمان گرامیمون جناب شیخ اسامه رفاعی فرزند شیخ عبدالکریم می باشند. ایشون از شخصیت‌های بارز علمی، عرفانی، دعوتی دیار عرب به ویژه سوریه، کشور عزیز سوریه هستند. متفکر، اندیشمند، دارای جایگاه اجتماعی خاص، شخصیتی است که تمام قشرهای آنجا حتی دولت مردان هم از ایشون حساب میبرند. در کشورهای متعددی ایشون سفر میکنند، در مجامع علمی فرهنگی شرکت فعالی دارند، در نصیحت و خیرخواهی و مهربانی در اون دیار ضرب المثل و معروف میباشند. انما يشغل بال الكثير من المسلمين، إن لم أقل يشغل بال المسلمين جميعا، كبارهم وصغارهم، علمائهم ومثقفيهم، يشغل بال الجميع حال المسلمين اليوم. لماذا وصل المسلمون إلى هذه الحال؟ لماذا تجرأ عليهم أعداؤهم من كل حدب وصوب؟ ولماذا خضدت شوكة المسلمين وضعفت قوتهم إلى هذا الحد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل مسلم يشكو هذه الشكوى، وأنا لا أستطيع في هذه العجالة أن أضع يدي على جميع الأسباب، ولكن أقف باختصار شديد على واحدة أو اثنتين من هذه المشكلات. أولها أيها الإخوة أننا ينبغي أن نعلم أنه قد ضعف في نفوسنا نحن المسلمين حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هل كنتم ترون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستطيعون أن يفتحوا الدنيا وأن ينشروا نور الله عز وجل في الأرض لولا هذا الوقود الشديد من العاطفة الجياشة ومن المشاعر المتوقدة في قلوبهم من حبهم لله سبحانه وتعالى وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تقرأوا في صفحات السيرة النبوية الشريفة أن امرأة من الصحابيات الجليلات لما أشيع في غزوة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قتل راحت كالمجنونة تسيح بين هؤلاء القتلى، تمسك واحدا واحدا منهم لتتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقفت على أحدهم قيل هذا ولدك، فقالت إنما أسألكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وقفت على آخر قيل لها هذا أخوك، فقالت إنما أسألكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وقفت على الثالث قيل هذا زوجك، فقالت إنما أسألكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأته عليه الصلاة والسلام سالما ليس فيه شيء من الأذى أقبلت على ثوبه الشريف تمسح به وجهها وتقول يا رسول الله كل مصيبة دونك جلل، يعني كل مصيبة دونك حقيرة لا قيمة لها، لا أبالي إذا سلمت بمن عطب، لا أبالي إذا سلمت بمن عطب. هذا الحب أيها الإخوة أين هو اليوم؟ أين هو حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لو وجد جزء بسيط جدا من هذا الحب في هذه الأمة لما بلغت هذه الأمة الحال الذي وصلت إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. برادران گرامی، امروز آنچه افکار ما را اشغال کرده، چیزی که ما را به خود مشغول کرده، وضعیت جهان اسلام، وضعیت مسلمانان، همه دارند فکر میکنند چرا حال مسلمانان چنین است،
چرا دشمنان تا این حد جرأت پیدا کردند؟ چرا دشمنان تا این حد دلیر شدند؟ از هر سو حمله میکنند، حمله آور هستند بر علیه مسلمانان. امروز هر مسلمانی شکایتش یکیه و همینه. مشکلات زیاده، اما من دو سه تا را به اختصار خدمت شما عرض میکنم. عزیزان گرامی، مهمترین مشکل ما اینه که در دلهای ما محبت رسول اکرم، محبت الله و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم کمرنگ شده، ضعیف شده. شما چه فکر میکنید؟ آیا اصحاب پیغمبر، صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین چطوری توانستند این دنیای وسیع را، این دنیای پهناور را فتح کنند؟ آیا آنها می توانستند بدون محبت گرم رسول الله، بدون محبت خدا و بدون اینکه در دلهایشون، در تنور دلهایشون محبت الله داغ باشه و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود باشه، آیا اینها می توانستند این همه کارهای کلان را، عظیم را انجام بدن؟ شما به یک واقعه توجه بفرمایید. زنی در جنگ احد به گوشش میرسد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیده است. شایعه پخش می شود، این زن بیقرار می شود، این زن بیتاب می گردد، بیدرنگ به جبهه میدان جنگ می شتابد، در میان مقتولان و شهدا تلاش می کند. جسدی را بهش نشون می دهند، می گویند این فرزندت است. می گوید من می پرسم رسول الله کجاه؟ حال رسول الله چطوره؟ دیگه جسدی را بهش نشان میدن، جسد شهیدی را گفته می شود این برادرت است. میگه من این رسول الله، رسول الله کجاه؟ من میخوام رسول الله را بیابم. جسد سومی را به اون نشان میدهند که این جسد شوهرتان است. میگوید من دارم میپرسم رسول الله کجاه؟ تا اینکه بالاخره چشمش به رسول الله صلی الله علیه و سلم میافتد. کلمه ای که بر زبان او جاری می شود، لباسهاش را جمع و جور می کند، چشمهاش را پاک می کند. کلمه ای که آن لحظه بر زبانش جاری می شود اینه که یا رسول الله، اگر تو موجودی، تو باقی هستی یا رسول الله، هر مصیبتی حقیر، اندک، آسان تحملش. با بودن تو هر آنچه دست داده ایم هیچ نیست. وقتی تو سالم باشی هیچ چیزی را از دست نداده ایم.